سلام، وقتتون بخیر. شبکه اجتماعی یا سایت؟ این یه سوال بسیار جالب و چالش برانگیزه. چرا که اگه از تجربیات دیگران استفاده نکنید به زودی از کسب و کارتون خسته میشین و زده میشید، ولی اگر در مسیر درست حرکت کنید به راحتی و با کمترین انرژی میتونید به بهترین درآمد برسید. یکی از ابزارهایی که شما میتونید محصولات یا خدماتتون رو به دیگران معرفی بکنید 100% شبکه‌های اجتماعی هستش. اما به دلایلی که براتون میگم، اگر خواستید کسب و کارتون پیشرفت بیشتری داشته باشه و ماندگاری بیشتری داشته باشه و زحمت خودتون کمتر بشه، به صورت اتوماتیک به سمت سایت خواهید اومد. خب اولیش اینه که هر کسی دنبال محصول یا خدمتی میگرده توی اینترنت جستجو میکنه. الان حدود 80 تا 90% گوشی‌ها اندروید هست. روی اندروید به صورت پیش‌فرض مرورگر کروم نصب هست. داخل مرورگر کروم موتور جستجوش هم گوگل هست، چون همه اینها برای شرکت گوگل هست. و هر کسی که میاد سرچ رو انجام میده، یعنی داره کجا سرچ میکنه؟ توی گوگل داره جستجو رو انجام میده. چرا؟ چون خیلی قدرتمندتر از جستجوی اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی دیگه هست. مورد دوم اینه که شما روی شبکه‌های اجتماعی مثل یه مستاجر میمونید، مثل اینکه یک اکانتی رو دارید و دارید اونجا کار میکنید. هر زمان که اون شبکه اجتماعی نخواد شما اونجا کار بکنید، عملا هیچ کاری نمیتونید بکنید و شما رو از اون شبکه اجتماعی اخراج میکنه. هیچ گونه دلیل قانع کننده هم به شما اعلام نمیکنن. خیلی وقتا شنیدین اکانت یک نفر مسدود شده، اکانتش از دسترس خارج شده و امثال اینها. من نمیگم هیچ عمدی پشت این بوده، ولی هیچ دلیل قانع کننده ای هم به کاربر اعلام نمیکنن. فیلترینگ ممکنه برخی از مشتری شما رو بپرونه. چهارمین مورد اینه که شما اطلاعاتتون رو روی شبکه‌های اجتماعی کجا بکاپ میگیرید و اگر بکاپ میگیرید آیا میتونید این رو روی اکانت دیگه برگردونید یا نه. مورد پنجم اینه که اگر شما پستی رو روی شبکه‌های اجتماعی قرار دادین و بعدا متوجه شدید که یه جای عکستون یا یه جای فیلمتون ایرادی داره، دیگه براتون امکان وجود نداره که بتونید ویرایش کنید اون فیلم رو و باید دوباره اون پست رو حذف کنید و دوباره فیلم یا عکس جدیدتون رو قرار بدید. حالا اگر مدت زمان زیادی از این موضوع گذشته باشه، واقعا عذاب‌آوره برای اینکه بخواید پست رو حذف کنید و دوباره پست جدیدی قرار بدید. ششم اینه که شما چطور میتونید موجودی محصولتون رو تو شبکه‌های اجتماعی مدیریت کنید. مورد هفتم این که شما چند بار تو روز به مشتریاتون اعلام میکنید که این محصول رو دارید یا ندارید، یا اینکه مشتری چقدر باید صبر بکنه که شما وقت کنید بتونید جوابش رو بدید که آیا اون محصول رو موجود دارید یا موجود ندارید، و یا اینکه چند بار مشتری ها از شما میپرسن سایز، اندازه و خیلی موارد و مشخصات دیگه درباره محصولتون که شما باید به ازای هر مشتریتون یک بار این جواب رو بهشون اعلام کنید. و در نهایت شما چند بار اشتباهی مشخصاتی رو به مشتریتون اعلام کردین. اینها بخشی از مشکلاتی بود که ممکن بود برای شما تو شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد.